چطور بچه ها؟ امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. بچه امروز هم اومدیم با کال آف دیوتی موبایل و میخوام یه کاری بکنم. یکی از بچه ها گفته بود که بریم راند شاتگان، بخاطر همین من میخوام که اینطوری یا نه هر چی شد فقط با شاتگان بشیم. اوه بچه ها کنکله نمیتونیم با شاتگان بریم، مجبوریم با اسنایپ بریم. اینجا مپ اسنایپه. میدید چرا اینجا مپ اسنایپه؟ به خاطر اینکه خیلی درازه. صدام گرفته، معذرت میخوام. کسی رستارت نگرفته، همه یارو چرا یکی از یارو مسایی آی خدا پلیز شارژم تموم. ببخشید چند لحظه اینجا کمپ بکنیم. خب سنایپر کجاست؟ یه جایی رو میشستم اون بالا سعی بتونیم بریم بالا، خیلی خوبه، ولی اینجا هم عالیه. یکی انگار چه بوده؟ شاید سواردی یارم همه رو داره میزنه. یکی دیدم، فهم نداشت کجاست. میرم بکشمش. خورد به شیشه. آی این همون میخورد به یارو کشته میشد. وای انمی کشته شد. بابا چرا لیز میخوره؟ چرا تیرم بهشون نمیخوره؟ بابا این همه تیر زدم. مرد فاره. دیدید بچه ها تیرم بهش خوردم. نگاه ای آها چه عجب. یکی اینجاست. چرا نمیپره ای بابا؟ بچه خدا شد ویدیو کوتاه‌تر از ویدیو قبلیه. بابا لیز نمیخوره ای بابا. سرش اگه بتونم بزنم زدمش. برندش 35 32 تازه جلویم. با 2-3 تازه همون جلویم 3 تازه شون. بابا کسی اینجا اومد.
چرا منو میزن؟ آها تو هوا منو چطوری میزنه؟ یا بسم الله الرحمن الرحیم. اوه 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 اوه. یکی اومد بالا فکر کنم. بجه واسش. بله. خب الان باید چیز کنیم. اوه اوه اوه. بابا کجا میزنه؟ زدمش. همه ریختن سر ما. برنده شدی. خب بچه یکی دیگه انگار برنده شد متاسفانه. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون که تا آخر تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره تا این ویدیو دیگه. خدا نگهدار.